برای اولین بار میخوام برم توی کابین خلبان منو شناخت. تو خیلی آدم با مزه هستی و از اینکه کچلی بیا اینجا یه مناظری بهت نشون بدم که موهات در میاد از ترس. من میتونم میکروفونو بردم برای مسافرا جوک بگم بخندم؟ جز قوانین هست یا نه؟ جز قوانین ما نیستش، ولی حالا ببینید یه خود در موردش فکر کنیم ببینیم که چی. ببینم که این همه کلید و دم و دستگاه من که گیج شدم واقعا. چجوری شما سر در میارید بعد این همه سال؟ واقعا تجربه سنگینیه. درسته حالا هر کسی یه تخصصی داره. بعد خیلی سختی یاد بگیرم من خلبانی رو به نظر شما؟ یه 30-40 سالی 30-40 سال من الان دیگه چیزی نمونده به آخر عمرم. خدا نکنه. رضا رشیدپور میگه من خلبانی بلدم، حالا نمیدونم چقدر راست میگه. رشیدپور بله خیلی هم دوستش دارم. خلبان هواپیما پلاستیکی و اسب بازیه درسته؟ من نمیدونم والا اون شما با هم شوخی دارید. من حتی انقدر استعدادم زیاده اگه شما دوستتون رو مرخص کنید بریم اونجا بشینه چای بخوریم میتونم سریات بگیرم و هواپیما رو سرنگون کنم به زودی. به همین راحتی. قربونتون برم.